هفتمیای عزیز که همیشه ناله میکنیم فصل اول خیلی سخت، ما نمیدونیم چیکار کنیم. یکی از سوالای کتابو میخوام حلش کنیم با هم. راهبرد رسم شکل مثل باقلاوا قورتش بده. ببین سوال از ما چی خواسته؟ توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می شود و پس از برخورد با زمین نصف قبلی خودش بالا می آید. توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبه که به زمین میخورد چند متر حرکت کرده؟ توپ زیگزاگه، میاد میره بالا، ولی 3 بار که به زمین خورد تموم سوال. از 18 متری زمین رها میشه، یعنی چی؟ 18 متر میاد پایین. همین که به زمین خورده دوباره نصف خودش بالا میاد، یعنی چی؟ نصف 18 میشه 9 متر، اومده بالا. این بار اول شد، پس بار اول میشه 18 به اضافه 9. مرتبه دوم، این توپ از 9 متری دوباره میفته پایین، پرتاب میشه پایین، نصف 9 متر دوباره بالا میره، میشه 9 به اضافه 4.5. حالا یه بار به زمین خورده، 2 بار به زمین خورده، اینجا گفته سومین مرتبه که توپ به زمین خورد دیگه سوال تموم میشه. توپ ما دوباره رها میکنیم، 4.5 متر میاد پایین. همین که اومد پایین به زمین خورد تمام. خب 4.5 متر هم مرحله سوم میشه. اینا رو با هم جمع میبندین تا ببین این توپ چند متر بالا پایین کرده. حرکت توپ که ما بخوایم اینا رو با هم جمع میبندین، یا همینا 18 به اضافه 9 به اضافه 9 به اضافه 4.5 به اضافه 4.5. نهایتا جواب میشه 45. 45 یعنی این مسافتی که توپ حرکت داشته.